وقتی عنوان میکنیم که در تاریکی از گوشی استفاده نکنید، استفاده از گوشی در تاریکی میتواند منجر به سکته چشم شود، دقیقاً همین بیماری هست که در ادامه صحبتاش رو میشنویم. مشکلتون چیه؟ من شب خوابیدم، صبح بلند شدم چشم راستم تار میبینه. خب مراجعه کردم دکتر متخصص چشم، گفتن سکته چشمی کردی. سکته چشمی اتفاق دیدید؟ حرفاشو شنیدی؟ سکته چشمی اتفاق افتاده بود. سکته فقط مخصوص قلب و مغز نیست. شما وقتی به صورت طولانی مدت در تاریکی از موبایل استفاده می کنید، اشعه موبایل باعث لیز شدن سلول های خونی به همدیگه میشه. در نتیجه این سلول ها به همدیگه میچسبن و مسیر عبور خون به داخل چشم شما رو مسدود میکنن. اگر این اتفاق چندین بار تکرار بشود، میتونیم باعث این بشه دید شما